تیم کوکمک با حمایت شما عزیزان به نیابت از همتون امروز 200 تا زرش پلو با مرغ پختیم که میخوایم یه کار خیلی قشنگ انجام بدیم. بهتون میگم خوبی داره امشب دلمو تا حرمت میکشونه، تو امیری به دل من، کسی جز تو حالمو نمیدونه. میدونم دل رو سیاهه ولی ظاهر تو بود. تو ماه مبارک رمضان یه سری کودکان هستن که نیازمند و احتیاج به تکفل دارن. با همکاری خیریه ما میتونید اسم و فامیلتون رو به شماره زیر پیامک کنید. اگر تمایل داشتید پرونده ایتام براتون ارسال میشه، مطمئن باشید که نور و برکت وارد زندگیتون میشه. که ببخشی چیزی از بزرگیات کم نمیشه. این غذاهایی که پخته شد ارسال میشه برای ایتام. تو این شب‌های عزیز ما رو هم از دعای خودتون بی نصیب نذارید.